به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خون در خواب چه تعبیر دارد؟ اگر کسی در خواب ببیند که بدون زخم از بدنش خون آمد، اگر رشوه‌گیر است رشوه میگیرد و اگر نگیرد به او زیان وارد می شود و اگر ببیند زخم‌های بر بدن دارد و از آن زخم‌ها خون می آید، به زیان و غم و اندوه مبتلا می شود و اگر ببیند کسی با شمشیر به او زد و خون جاری شد، مردم نسبت به او بدگویی و سرزنش می کنند و برای اجر و ثواب دارد. و اگر ببیند از جایی که زخم از خون بیرون آمد و لباس و بدن او آلوده به خون شد، مال از راه حرام به دست می آورد. همچنین خون در خواب پول بی انصافانه و با راه غیر قانونی به دست آورده شده است. نفری که در کرته خود خون خواب می بیند و از کجا پیدا شدن داغ خون را نمی داند، از جای تهمتش می کنند که نمی داند و انتظارش نیست. در خواب لباس خود را خونالود کردن معنای پول حرام به دست آوردن را دارد. خونروی خود را خواب دیدن و این را نشانه نیک شمردن معنای آن را دارد که از نفری ثروتمند فایده به دست می‌آورید. رفت و خونروی خود را نشانه بد شمارید. چون این خواب معنای آن را دارد که سراول از نفر فایده به دست می‌آورید ولی بعداً آن به ضرر شما می‌گردد. رفت و در خواب لباس خونالوده باشد، پس شخصی چنین خواب دیده را از جای پیش می‌کنند که در آنجا مستحکم گشته و مسکون گشته است. بعضی عالمان تعبیرگر بر آن عقیده اند که خون خواب دیدن معنای در کار شبهناک و پرگناه شریک بودن را دارد. همزمان اگر خون از بینی برود نشانه تشویش و غم و بدبختی است. رفت و خون بینی به تنفس و باریک میریخته باشد، این معنای درآمدی منتظمی پولی را دارد. خواب کردن. خوابیدن در خواب برای مرده و کسی که ترس و هراس دارد دلیلی بر راحت و آسایش و رستگاری است. اگر ببیند کسی روی تخته یا بستر خوابیده است، مقام و بزرگی پیدا می کند ولی از دیانت و پرهیزکاری بیخبر و دور است، زیرا خوابیدن در صراط دین غفلت و بیخبری است. اگر ببیند در جایگاهی پست و حقیر روی بستر خوابیده است، بر حقارت و خواری او دلالت می کند. شهر در خواب. اگر کسی ببیند در خواب وارد شهر شد، دیانتش استوار و نیرومند می شود و به مراد خود می رسد. اگر ببیند از شهر بیرون رفت یا بیرونش کردن، تعبیرش برعکس این است. اگر ببیند از شهر به شهر دیگر رفت، زنش را طلاق می دهد و آن زن شوهر دیگر می گیرد. اگر ببیند از شهر مسلمانان و شهر کافران رفت، به دین کافران در می آید. اگر ببیند در شهر گرم سیری برف و یخ بود، در آن شهر تنگی و قحطی می شود. و اگر در شهر سرد سیری برف و یخ ببیند، در آنجا نعمت فراوان خواهد بود. اگر ببیند از ده به شهر آمد، منفیت می یابد. اگر ببیند از شهر به ده رفت، به مرادش نمی رسد. خدای متعال می فرماید: ربنا اخرجنا من هذه قریة الظالمین اهلها. بار خدایا ما را از این قریه‌ای که اهل آن ستمکارند بیرون ببر. عرق کردن بدن. اگر کسی در خواب ببیند از تن او عرق روان شده، به قدر آن عرق از مالش کاسته می شود. مخصوصا اگر ببیند عرقش به زمین چکید. اگر ببیند لباسش از عرق تر شد، به قدر آن از مال خود به همسرش می دهد. اگر در خواب ببیند عرق او سفید و خوشبو بود، مالش حلال است و اگر برخلاف این بدید، مالش حرام می باشد. اگر بیمار در خواب ببیند عرق کرد، شفا می یابد و سلامتی خود را به دست می آورد و به مرادش می رسد. دیه. اگر کسی ببیند در دیه یا در جای ناشناس قرار دارد خوب نیست.
اگر ببیند از دهه به شهر رفت، از فتنه و بلا در امان میماند و کارش رو به راه می شود. و اگر ببیند از شهر به دهه رفت، تعبیرش برعکس این است. این بود یک چند خوابی که ما تعبیر نمودیم. باقی سربلند و پیروز باشید.